چطوری؟ امروز اومدم 3 تا از بهترین گانهایی که تو این سیزن یعنی سیزن 2 که واقعا از نظر هیپفایر و از نظر رنج و از نظر کنترل یکی از بهترین گانه محسوب میشن بهتون معرفی کنم. 3 تا گانه. امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک، کامنت و سابم بذارین. من چون که تازه شروع کردم یوتیوبو خواهشاً حمایت میخوام ازتون، چون که این حمایتی که شما میکنین کمک بسیاری به من میکنه. خب بریم با هم ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. اولین گانی که میخوام بهتون معرفی کنم گان گراوه. گراو هم متیکش و هم عادیش یکی از بهترین گاناست. من اتچمنت هر دوشو براتون میذارم. این گان من بذاریم بات اد کنم. این گان واقعا از نظر کنترل و از نظر رنج باب قبول منه و میتونه یکی از بهترین گانا باشه توی این ستایی که گفتم بهتون. و واقعا هم نقطه زن تر از این گان ندیدم. شما خودتون تست کنید. حتی عادیش هم خوب میزنه. از نظر هیپفایر هم واقعا خوب. گان دومی که میخوام بهتون معرفی کنم گان چیه؟ گانی که میخوام معرفی کنم گان M13 واقعا از نظر رنج و از نظر هیپفایر میتونه هم جای SMG رو بگیره هم جای رایفل، یعنی هم رایفل باشه هم SMG باشه. این اتچمنتی که گذاشتم براتون و واقعا میتونه یکی از بهترین گانا باشه از نظر من. اینجا براتون تست کنم که واقعا نقطه زن تر از این گان ندیدم من تو عمرم. خب بچه گان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم گانی به اسم QQ9. QQ9 به نظر من یکی از بهترین گاناست، چون که توی هیپفایر واقعا حرف اول میزنه به نظر من. این QQ9 هم اسکوپش هم خودش یکی از بهترین گاناست به نظرم و از نظر هیپفایر هم خوبه، از نظر کنترل و رنجش هم اوکی. ویدیو من خوشتون اومده باشه. من واقعا به حمایت شما نیاز دارم، چون که من تازه یوتیوب شروع کردم و واقعا حمایت شما رو لازم دارم که بتونم این نتیجه خوبی از این بازی و این یوتیوبی که زدم و چنلی که زدم بگیرم. و واقعا شما که یه لایک به من بزنین کمک بسیار من کردین. اگرم لایک نزدین، اگه خوشتون هم نمیاد، فقط یه ویو به من بدین که من بتونم بعدها من دیده شم. مرسی که ویدیو رو دیدین. امیدوارم